دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم و برنامه دیگه از برنامه های 1400 سال خدمتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، موضوع امروز ما موضوع طلاق است. امروز یکی از مسائلی که زیاد در بالای از او شبهات ایجاد میشه موضوع طلاق است. بعضی پرسان میکنن چرا طلاق است در اسلام و چرا مثلا در دیگه ادیان طلاق نیست. و بعضی اوقات بعضی از غربی هایی که از طریق مؤسسات و از طریق رسانه های خود این تبلیغات کردن که طلاق در اسلام است. دوستای عزیز، طلاق چی هست؟ طلاق یکی از ضرورت های جامعه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت طلاق خالق متعال جل جلاله بر ما یک فرصتی داده که اگر یک کسی ازدواج میکنه، آل یک کس ازدواج کرد، در این مسئله ازدواج بین از اینا مشکل پیدا شد. شما یک همسر گرفتین، بعضی اوقات جوانا هستن، همیشه برشان نصیحت میکنیم. ما در پیش پانتون بسیاری وقتا سهل میکنیم که یک چند تا دختر به همراه چند تا بچه در پیش همو تبنگ بولانی فروشی با یکی دیگه خود رابطه میگیرن و امروز از طریق فیسبوک و از طریق موبایل و از طریق ای طریق و طریق دیگه به این اشکال بسیاری از خواهرای ما، بسیاری از دخترای ما زندگی خود با این شکل تباه میکنه. چون بعضی از انسانهای بدکار و انسانهایی که استفاده جو هستند متاسفانه مشکل از اینا چی است؟ مشکل از اینا این است که اونا از امو تجربه کم خواهرای ما یا از ضعف دیانت از اونا استفاده کرده اونا را وسیله خود قرار میده. و من فکر میکنم که پیش از اینکه سر این مسائل من صحبت بکنم، اگر چون سوالا پیش شما زیاد است شما سوالاتتون مطرح بکنین و سر این بحث شروع میکنیم. بفرمایید اگر کدام دوستی در مسئله طلاق سوال داشته باشن بفرمایید برادر محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسن رضایی هستم، یک تن از مؤثرین پوانتون علامه در رشته کامپیوتر ساینس. یک سوال از جناب بزرگوار در مورد طلاق داشتم. از طلاق در قرآن کریم یاد شده است و آن را حلال دانسته است، پس چرا در جامعه ما به آن عمل نمی شود و به آن به دیده ننگ نگاه می شود؟ متاسفانه جامعه ما و شما افغانستان که هست، یکی از مشکلاتی که در افغانستان است، در افغانستان فرهنگ مردم افغانستان نسبت به دینشان رتبهش بلندتر است. در هر مسئله حتی کسایی که بسیار خود دیندار میگیرن، خود بسیار با تقوا میگیرن، در هر مسئله شما در مسئله عروسی سهل کنین، هیچ وقت عمو داماد یا پدر داماد یا فامیل داماد یا پدر عروس یا خود عروس هیچ وقت نمیره پیش یک عالم دین یا مطابق قرآن و سنت بگه من چه قسم ازدواج بکنم. همیشه میرن از کدام طریق استفاده میکنن؟ از طریق فرهنگ پوچ و غلط، فرهنگی که قبل از اسلام است، فرهنگ جاهلیت است. از این خاطر زیادتر تحت تاثیر از او هستند، در حالی که در اسلام به خاطر این مسائل، در اسلام به خاطر ازی که وقت زندگی یک کس بسیار تنگ شد و بالاخره خانم و شوهر هر قدر سعی و تلاش کردن، کوشش کردن، بالاخره دیدن زندگی از اینا یعنی زندگی ناخوشایند است. حالا چی بکنن؟ اسلام برای از اینا راه حل داده و خالق متعال برشان اجازه داده که در صورتی که امکان نداره، با وجود از که قبل از اینکه طلاق شوه بسیار راههای حل دیگری برشان پیشنهاد کرده. خب تمام راههای حل ما امتحان کردیم، کلش نتیجه نداد. بالاخره فامیل ازی و کلشان به این قناعت رسیدن که والا بین از دو نفر دیگه زندگی ادامه پیدا نمیکنه و اگر اینا ادامه بدن شاید به قتل، به مرگ، به کشتن، به کارهای دیگه بالاخره منجر شود. اسلام و مثل که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که ابغض الحلال، یعنی حلالی که حلال است لکن حلال شیرین نیست. حلال است به خاطر ازی حلال تلخ است. حلال تلخ چی رو میگن؟ یعنی مثلا شما وقتی که در حالت نرمال و عادی زندگی دارین شما چاکلیت میخورین، وقتی که نرمال هستین شما کلچه میخورین، شما چیزای شیرین میخورین، لکن وقتی که مریض میشین تابلت های بسیار تلخه، دوای بسیار تلخه مجبور هستین بخورین. پس اینمی طلاق یک تابلت تلخ است بدون مریضی که
در آغاز فکر درست نداشتن، نتونستن زندگی خوب بکنن، نتونستن در آغاز همسر خود به شکل درست مناسب به شکل که پیغمبر صلی الله علیه و میگه که فظفر بذات الدین. بر جوانان میگه که شما اکثرا جوانا ازدواج میکنین به خاطر زیبایی یک دختر، به خاطر پولداری یک دختر، فکرتان زیادتر که فلانی دختر پولدار است، فلانی نسبش بسیار خوبش است، فلانی خوب زیبایی داره. پیغمبر صلی الله علیه و میگه خوب است این مسئله در نظر بگیرید، لکن مسئله که بسیار مهم است برتان چی است؟ او زیبایی ایمانی هزو است. چون بسیاری کسا در این آغاز زندگی مسئله در نظر نمیگیرن، بالاخره مشکل چی میشه که نمیتونن زندگی نرمال داشته باشن. پس بر از اینا اسلام یک تابلیت تلخه. پیغمبر صلی الله علیه و چی است؟ ابغض الحلال است. یعنی چی است؟ حلال هست لکن حلال است که پیغمبر او را خوش نداره، حلال است که او را الله خوش نداره. یعنی مردها نباید علاقمند زیاد طلاق باشن و خانمها نه هم علاقمند زیاد طلاق باشن. مثل که انسان نمیخواد دوا بخوره، نمیخواد که همین گولی بسیار اما تو تابلیت تلخی را که گلونش میگیره، لکن وقتی که مجبور شد میگه آل بخو، آل بخو. پس اینا اینجا مردم ما چرا تطبیق نمیکنن؟ به خاطر ازی که اونا غیرت خود العیاذ بالله از غیرت الله و از غیرت پیغمبر که بیشتر فکر میکنن. اونا نظر خدا و فکر خدا نسبت به آنچه که الله و رسولش گفته زیادتر فکر میکنن. به این خاطر چی هستن؟ به این خاطر مشکل مردم ما در این نقطه هست که بسیاری وقتها آنچه که الله برشان و رسول الله صلی الله علیه و و قرآن و سنت برشان بیان کردن که به منفعت از اونها هست و بالاخره میتونه خانم زندگی خدا بگیره و آقا زندگی خدا بگیره و برن دو همسر دیگه بر خود اختیار بکنن که ان شاء الله زندگی خوب داشته باشه. دوستان عزیز یک وقفه داریم، بعد از وقفه باز هم در خدمت شما دوستان عزیز حاضر میشیم تا بعد از وقفه با ما باشین. دوستان عزیز، بینندگان گران قدر و علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان گران قدر قرار داریم و تشکر میکنیم که تا بال با ما هستین. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشین و ما هم منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. هیچ انتقاد شما ما را خفه نمیسازه، هیچ پیشنهاد شما را نادیده نمیگیریم و هیچ نظر شما ان شاء الله از دیده ما نخواهد افتاد. دوستان عزیز، این که برنامه خودتان است و خودتان نظر میتین، البته ما آماده هستیم که تمام نظریات شما را بگیریم و در خدمت شما دوستا باشیم. سوال دیگه کدام برادر دیگه ما داشت؟ شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت استاد محترم و بینندگان در تالار. و علیکم السلام. و تقدیر تشکر میکنم از برنامه 1400. تشکر از شما. سوال من این است که من خانم خود را در حالت غضب دسته سنگ طلاق دادم و حالا هر دویم پشیمان هستیم و جدایی ما سبب تباهی زندگی اولاد ما میشد. آیا راه حل وجود دارد؟ در قسمت طلاق کسی که غضبناک می باشه، فقهای اسلام میگن که غضب تقریبا به 3 دسته تقسیم کردن. یکی غضب عادی هست، یکی غضب است که در حالت بسیار فوران و بسیار مثل که یک نفر وضعیتش خراب باشه به حالت دیوانگی رسیده و بعضی ها غضب در حالت متوسط است. در قسمت از یا علما چی میگن؟ علما در این قسمت نظریات دارن و میگن که اگر یک کسی در حالت غضب بسیار جدی باشه که در حالتی هست که نمیتونه که مثلا خود کنترل بکنه و بالاخره از کنترل برآمده است، باز در قسمت از علما گفتن که طلاق ازی واقع نمیشه و اگر واقع هم شود 3 طلاق در یک مجلس، در قسمت ازی اگرچه علمای احناف 3 طلاق در یک مجلس 3 طلاق حساب میکنن، لکن فقهای دیگه اسلام و حتی در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق حساب میکنن و قانون مدنی افغانستان هم اینمی موضوع را گرفتن که اگر شما مثلا در یک مجلس خانمتان 3 طلاق دادین، در یک مجلس 1 مرتبه گفتین که طلاق هستی و طلاق هستی طلاق هستی، این به اساس حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به اساس اجتهاد فقهای اسلام و قانون مدنی افغانستان این طلاق 1 طلاق حساب میشه. شما باز میتونین که زندگی نرمال تان و پیش ببرین. موفق باشین. سوال بعدی بفرمایید. به نام خدا، شهزاده پیروز هستم، فرق تحصیلی صنف 12ام. اول سلام خدا خدمت شما استاد محترم تقدیم میکنم و بانان به بینندگان تلویزیون چینل 1. تشکر. باز از دوستاست ما شنیدیم به طور مذاق خانم خودم میگه 1 بار 2 بار که میگه از طرف ما طلاق هستی. آیا این طلاق میشه نمیشه؟
تشکر. اما یک مطلب شنیده باشین میگن که در هر چیز مذاق دریش بابا مذاق. از این خاطر در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است میگن ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. سه چیز است که هزل چی را میگن؟ کلمه هزل بفهمین. کلمه هزل ای است که یک نفر در زبان خود یک گپ میگه لکن قلبا او گپ نمیخواه، در زبان میگه. و هزل کس یکی از اصطلاحات بسیار خطرناک هم در عقیده اسلامی است و هم در فقه اسلامی هست. بعضی کسا هزل میکنن. چی میکنن؟ امیال شاید در افغانستان بسیاری مردم کافر شوند به اساس هزل. هزل چی است؟ فکایی نشته میکنن، در فکایی خود سر العیاذ بالله سر خالق متعال فکایی میگن، احیانا سر پیغمبر فکایی میگن، سر حدیث فکایی میگن. یک روز یک کسی بر من نوشته کرد که استاد براتون یک حدیث روان میکنم. من منتظر از این بودم که مسیج بعدی از این یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و روان میکنن. دیدم یک فکایی رو روان کرده بود. در اینی فکایی این انسان که سر حدیث پیغمبر رشخند میزنه، سر شخصیت پیغمبر رشخند میزنه، شما ببینید یکی از آیات قرآنی که این در مسئله هزل است، این بسیار خطرناک است. در اونجا چی میگه؟ یک صحابی مبارک میگه که ما در یک مجلس پیغمبر صلی الله علیه و آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و صحابه پیغمبر صلی الله علیه و ابوبکر و عمر و عثمان اینا کلشان در یک جای شش بودن. یک کسی که خودم میگه من مسلمان هستم، ما مسلمان بود، این چی کردن؟ این در بین همین مجلس کس سهل میکنه میگه برای صحابی گفت که اونو را سهل میکنی، اونو پیغمبر و صحابه را یا رسای کو شکمای کته کته قوارایشان رسای کو نان زیاد میخورن و یا مثلا در میدان جهاد بسیار در عقب هستن. این صحابی میگه اعصابش خراب شد، برش گفت که او منافق، تو سر پیغمبر، سر صحابه پیغمبر سر زیاد رشخندی و ساتیری میکنی، مذاق میکنی، گپارا میزنی. بالاخره میگه تو صبر کو که ما برم پیش پیغمبر صلی الله علیه و این نفر میگه این صحابی حرکت کرد که بره پیش پیغمبر صلی الله علیه و هنوز میگه این نرسیده بود پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در این لحظه میگه وقت ملک الموت ملائکه جبریل امین ملک وحی میگه رسیده بود. این صحابی میگه من این شخص دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سر امو شتر خود سوار است و امی شخص از کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و گرفته امو تو کشال میره و چی میکنه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفته میره و این برش چی میگه؟ یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب. ای رسول الله ما ساتیری میکردیم، ما مذاق میکردیم. این الفاظ من به مذاق میگفتم، من یعنی در حالت جدی نبودم. و میگه رسول الله صلی الله علیه و از بالای شتر خود برازی میگه که قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. شما به الله، به آیات الله، به پیغمبر الله بر از اینا شما رشخندی میکنین. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان چی شدین؟ کافر شدین. از این خاطر بسیاری کسایی که مثلا امروز فکایای مولا نصرالدین میگن، همین مولا در افغانستان سمبل چی هست؟ اگر شما برین پیش یک حماقت از این مردمایی که زیاد مولا نصرالدین فکایی جور کردن، در ترکیه به نام خوجه نصرالدین است، خوجه را در افغانستان مولا جور کردن. مولا در افغانستان چی هست؟ مولا هم کسی را میگن که او عالم دینشان است، برشان دین تشریح میکنه، او را مولا صاحب مولوی صاحب میگن، با سر از او فکایی میگن. شما اگر برین پیش یک کریستیان و برای بگین که بیادر ما یک فکایی دارم میخوایم سر از پاپ یک فکایی بگیم برات، حالا احتیاط کن، سر پاپ ما فکایی میگی؟ اگه بگی سر کشیشت میخوام یک فکایی بگیم، نه میگه هر حماقت را میکنی، هر لودگی میکنی، سر کشیش ما فکایی باید نگویی، او رهبر دینی ما هست. به این شکل وقتی که پیش یک اوندو برین، اوندو را بگین، وقتی اوندو را برش بگین که اوندو جان ما میخوایم که سر از همین کسی که در امثال شما هستن سر از این یک فکایی بگیم، نه فکایی نمیگم. اما بسیاری مردمای مسلمان هستن متاسفانه که سر علمای خود فکایی میگن و این اکثرا در سایست انگلیس ها بوده که کلمه خوجه را به کلمه ملا تبدیل کرده و کتاب های خرافاتی را نوشته کردن و فکایی های دروغی است. از این خاطر در قسمت اعتقادات اگر کسی به مسخرگی هم چی میگن؟ کلمه مسخرگی میگن، در عقیده از او حتما خرابی میه. و ای که اگر یک نفر خانم خدا به مذاق طلاق میده و یا یک دختر که یک بچه به مذاق میگه که من تو را میخوایم امرای تو نکاح بکنم، ای چی حکم داره؟ بعد از یک وقفه، دوستان عزیز یک وقفه میگیریم، بعد از میایم سر از که اگر یک بچه یا یک دختر به مذاق یکی دیگه خدا نامزاد میشن و یا به مذاق شوهر خانم خدا میگه که تو طلاق هستی، حکمش چی است ان شاء الله.
خب مهمانان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز و بیننده های گرانقدر تلویزیون یک، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما با برنامه 1400 سال هستیم. موضوع قبلی ما این بود که یک کسی به مذاق میخواه، یک بچه یک دختر میگه که مرا میگیری؟ و دخترم به مذاق میگه آه. مرا میگیری؟ دختر میگه آه. و ما شما 4-5 تا شاهد هستیم. یا یک بچه در یک فیلم نقش بازی میکنه و دختر میگه که من میخوایم تو را همسر خود بگیرم، مرا قبول داری؟ و میگه آه سیست. آیا اینمی نکاح میشه یا نمیشه؟ از نگاه شریعت اسلامی به اساس همون حدیثی که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد، النکاح و الطلاق و العتاق. وقتی یک دختر بر من بگه که من میخوام امروز ازدواج بکنی و او دختر بر من بگه بله ها و شما شاهد هستین، او خانم ما شد و از این برنامه 1400 سال دستش گرفته خانه خود میبره میشه و اگر در محکمه هم بره قاضی میخواد فیصله میکنه. در مسئله نکاح چی است؟ در مسئله نکاح مذاق نیست. ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. سه چیز است که جدیت هم جدیت است و مذاقت هم جدیت است از دیدگاه شریعت اسلامی. یک نفر خانم خودم میگه که خانم عزیزم خوب است، جان جور است، خوب است، طلاق هستی. اینه میگه خانم از دست شوهر خود گرفته و به محکمه میبرش که ای آقا مرا طلاق داد. قاضی هر قدر این شوهر کلی خود در دیوار بزنه، قاضی میگه طلاق است. نیزه من مذاق کردی؟ در هر چیز مذاق. یک دختر در یک فیلم کار کرده، در یک سریال کار کرده، یک مرد 60 ساله هم کار کرده. ای برش نقش داده که این دختر در این نقش به این مرد 60 ساله بگه که من تو را دوست دارم و من میخوایم که تو ازدواج بکنم. او مرد 60 ساله برش میگه خیمه را به نکاح صحیح و شرایط میگیری. این دختر هم چی میگه؟ به حساب فیلم میگه من قبول دارم. که قبول دارم بعد از فیلم این مرد 60 ساله این دختر دستش گرفته به محکمه میبره، میگه بله این خانم تو هست. از این خاطر اگر دو خانم و شوهر، مثلا یک خانم و شوهر در یک فیلم یا در یک سریال کار میکنن و اردوشان خانم و شوهر هستن، در نقش این شوهر برای خانم خود میگه که تو طلاق هستی دیگه نه کارت ندارم. اینمی بازپسان ادعا کردن همیتونه که من در فیلم بودم. سوال دیگه کدام خواهر داشتن گفتن سوال دارن؟ از پیش شما کدام سوال؟ شما برادر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون یک. علیکم السلام. بهرام الدین شیرزاد هستم، یکی از محصلین پانتون علامه. سلام. و سوال ما این است که چرا مرد زن خود را چرا طلاق بالای مرد فرض شده؟ یعنی چرا مرد حق طلاق منظورتون است؟ حق طلاق بله. چرا یعنی منظورتون همیست؟ بله. چرا حق طلاق بالای مرد داده شده؟ نه شاید شما تو بگوین که چرا حق طلاق برای بله. چرا حق طلاق بالای مرد؟ نمی سوال اثر بگیم من بفهمم. گفتم چرا حق طلاق بله برای مرد داده شده؟ چرا حق طلاق برای مرد داده شده؟ بله. طلاق بعضی اوقات به دست مرد است، بعضی اوقات به معنای تفریق میگن، جدایی، به دست قاضی هست. شاید مرد راضی نباشه اما قاضی میره و فیصله میکنه که این خانمت بالای تو طلاق است و جدا میشن. این هم است. بعضی اوقات اینمی جدایی که در بین خانم و شوهر ایجاد میشه ایره خلع میگن و خلع به دست خانم ها هست. یک خانم برای شوهر خود میگه که شوهر عزیز گزاریم که تو نشد، زندگیم که تو آتش گشت، دیگه که تو گزاره کردن نمیتونم، من زمان مهر خودم تیر هستم، امی مهر ما از خودت باشه، 3 لک 4 لک مهر که در سر حق دارم که بیتی برای من طلاق بده. پس این خلع از طریق خانم میشه. بنابراین طلاق هم از طریق مرد میشه، هم از طریق زن میشه و هم از طریق ولی امر مسلمانان که در حقیقت امو قاضی هست یا خلیفه مسلمانان، رهبر مسلمانان هست. این یک نقطه. نقطه دیگه که چرا مشخصا خود کلمه طلاق بر مردها اجازه داده شده و زیاد وقت مثلا خانم طلاق میخواه لکن مرد، به خاطر از اینکه مکلفیت های مرد زیاد است. مثلا شما ببینید در یک عروسی اکثر بار بالای مرد است، مصرف ولیمه سر مرد است، مهر سر مرد است، لباس ها سر مرد است. دختر چی کرده؟ دختر ایشوی برش مفت آمده.
یعنی شوهر چی است؟ مفت است. قرار شیشته از سر یک تخت خوب آرایش کرده و مویایش هم مکیاژ هم میشه و زیبا هم میشه و شیدا میشه، خبر نداره که پیران 30,000 را که پوشیدیم 30,000 قطره عرقهای شوهرم ریخته که باز این پیرانه برای من خریده. این مرد که هست یکی از چیز که زیاد مصارف ازدواج که از بالای مرد است. این ما از نگاه عقلی خود میگیم، لکن والله اعلم. دوم حکمتش این است که یعنی خانم ها در مسائل عاطفی وقتی که عقل خانم به همراه عاطفهش یک جای کنید، در بسیاری از مسائل عاطفه بالای عقل خانم چی میشه؟ قوی تر میشه. مثلا مادر است بچه شوخی کرده، خوب فکرتان باشه خواهرها، بعضی اوقات که میگه والا زنها عقلشان چطور است، مثلا زنها وقتی که مسئله عاطفه مطرح میشه عقل مرد قوی هست نسبت به عاطفهش. عاطفه زن قوی تر است نسبت به چی؟ نسبت به عقلش. چرا؟ اگر عاطفه زن قوی نباشه زن نمیتونه مادر شوه. بسیاری شواست مثلا وقتی که طفلکت گریان میکنن مرد چی میگه؟ دید که چیخ زیاد یک دفعه میگه او من از امی شتوک تیره، اگر میرم من بگیرم از امی 3 منزله او شوتش کنم. اما مادر را سیل کنین که طفل دوام میته، غذا هم میته، شیر هم برش میته، بوسهش هم میکنه. چرا؟ عاطفه بسیار قوی داره که حتی سر تمام امو سختی هاش ای حاکمیت میکنه. بنابراین چون خانم همیشه مثلا وقتی که طفل خدا بسیاری وقتا شوخی میکنه دگیر شوهر میته، وقتی که پدر بچه خدا لط میکنه که چرا شوخی کردی، چرا بیرون رفتی، باز این مادر میایه عاطفهش در جوش میشه، در دم پدر استاد میشه که نه نزنشه. خال تو دگیر دادی، میگه نه من دگیر دادم. متوجه هستین؟ اما بازم مسئله عاطفی است. اما گرداننده برنامه ما یک خواهر هستن، اونا میگه که حق طلاق برای شما گفتیم. من پیشتر براتون گفتم خواهر عزیز که حق طلاق برای مردا داده شده، یعنی وقت دوستا حکمتش پرسان میکنن ما اجتهاد میکنیم. یعنی یکی از اجتهادات ما است که والله اعلم، یعنی خالق متعال وقتی که یک حق میته برای یک کس و یا مثلا یک حکم را میکنه او به خالق متعال تعلق داره. یکی از دلایلش پیش ما یعنی نظر ما یعنی اجتهاد امی است که چون زیادتر مردها سختی ها را میکشن و تا امروز هم که هستن. مثلا شما خواهر که اونجا شیشه اگر شما ازدواج بکنین پیران آرایشتان خودتان میخرین؟ اگر شما مثلا ازدواج بکنین آیا مثلا مصارف خودتان میکنین؟ اگر شما مثلا مصارف هتلتان خودتان میکنین؟ اگر شما بگین بله پس من خودم کاندید میکنم این قسم یک خانم پیدا شوه که کل مصارف خودش بکنه. دوستای عزیز و گرانقدر، این بود برنامه امروز 1400 سال که خدمت شما دوستان گرانقدر تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما حاضر خواهد شدیم، شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.